پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند در وقت سحر که میشه خداوند از بالای عرشش میاد آسمان دنیا و صدا میزنه هل من مستغفرن هل من سائلن. سه تا صدا میزنه. هل من مستغفرن هل من داعن. آیا سوال کننده‌ای هست که این نصف شب من حاجتشو برآورده بکنم، خواستش رو اجابت بکنم؟ آیا توبه کننده‌ای هست که من قلم عفو بر گناهانش بکشم؟ آیا استغفار کننده‌ای هست که پی برده به اشتباهش من اشتباهاشو نادیده بگیرم و مغفرتم شامل حالش کنم؟ صدا میزنه. در روایات دیگر وارد شده که خداوند اول هر روز آغوششو باز میکنه تا اینکه گناهکار شب در اول روز جدید توبه بکنه و اون روز را با توبه استقبال بکنه و اول شب که میشه دوباره آغوشش باز میکنه، التماس بندگانش میکنه که آیا گناهکار روز هست که امشب شب جدیدیه، حداقل شبشو با توبه صبری کنه و شبشو چه به دست بیاره، شبشو مثل روزش از دست نده. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی اول هر روز و اول هر شب سید الاستغفار بخواند، اعتقاد داشته باشد، به محتواش عمل بکند، اون روز یا اون شب بمیرد مستقیم بهشتیه. سلام علیکم. دعایی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر بنده این دعا رو با یقین کامل صبح بگوید و تا قبل از شب از این دنیا برود به بهشت خواهد رفت، و همچنین اگر این دعا رو در شب بگوید و تا قبل از صبح از این دنیا برود بازم به بهشت میرود، چون که تمام گناهانش با گفتن این دعا بخشیده شده. این دعا سید الاستغفار نامیده شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. حتما این دعا رو بنویسید و حفظ کنید و این کلیپ رو برای هر کسی که دوست دارید که اگر از این دنیا رفت جایش بهشت باشد این کلیپ رو براش بفرستید.